30 اپریل در روز 3 سفری کاری سرور دولت امام علی رحمان به ولایت سوخت در شهر خوجند به جان او سوی قصد کرده شد. در نتیجه ترکیش نارنجک یا خود گرانت دستی 2 کس هلاک و 75 نفر از جمله امام علی رحمان زخمی شدند. ولی عزم و اراده صلح آوری و دوباره سرجم کردن مردم پریشان تاجیکستان در قلب سرور دولت امام علی رحمان آنقدر استوار و قوی بود که آن شب و روز نه سوی قصد به جانش، نه تهدید و هشدار و عملهای دیگری اغواگرانه دشمنان او را از راهی برگزیده‌اش باز داشته نمیتوانست. این حادثه را کرده که دست دشمنان ملت تاجیک است، دست دشمنان دولت تاجیکان است. سران بسیار دولت‌های جهان با برقیه‌های فوری و یا ضمن صحبت‌های تلفنی با سرور دولت تاجیکستان این عملی تروریستی را قطعاً محکوم نمود.